حالا خیلی بده من نظرمو بگم، برای اینکه همه اینا دروغ میگن. نه ما تولید برنجمون 2700 شاید منظورشون تولید شلتوک باشه. شلتوک 2700 باشه مثلا برنجش میشه 1800. نماینده شمال هم حرف بی ربطی میزنن، برای اینکه 90 میلیون جمعیت اگر 30 کیلو هم برنج مصرف کنن میشه 2700. و ما همچین توان تولیدی رو در کشور اصلا نداریم. به رئیس جمهور هم گزارش‌های غلط میدن، به رئیس سازمان برنامه گزارش‌های غلط میدن، به وزیر اقتصاد گزارش‌های غلط میدن، مثل همین 2,700,000 تن تولید برنج. متاسفانه یک بار دو بار سه بار نیست که دروغ میگن. مثلا استاندارهای گیلان و مازندران وقتی میگن که آقا برنج چقدر تولید میکنه، نه همسو میشن با نماینده ها و کشور تولید ما بالاست وارد نکنه. برنج 100,000 تومان میشه 300,000 تومان، کلش هم نمیگه. مصرف ما حدود کمتر از 3 میلیون تن برنج میشه 30 کیلو سرانه نباید مصرف بشه، خودش میشه سوء تغذیه. ولی چرا نمیان بررسی کنن برنجی که 100,000 تومان بود شده 300,000 تومان؟ 300,000 تومان یعنی هر دونه برنج شما بین 12 تا 15 تومان قیمتشه. یه قاشق برنج برمیدارید 7 تاش بریزی زمین یعنی 100 تومان ریختی زمین. یعنی اینا اصلا غیر قابل توجیهه، باید پاسخگو باشن، آمار غلط ندن. کشور اصلا نباید برنج بیش از 1,200,000 تن تولید کنه، یعنی هر چی تولید میکنه باید تو خطه گیلان و مازندران باشه. خارج از اون اصلا نباید برنج تولید کنه، ولی آبی نیست. اگر بخوایم توسعه پایدار رو اگر بخوایم حقوق نسل‌های بعد رو قرار بدیم، اگر بخوایم حفظ محیط زیست رو، اگر بخوایم اقتصادی بودن تولید رو مد نظر بگیریم، همه اینا باید دور ریخته بشه. اینا خیانت به ملت ایرانه در دراز مدت. در کوتاه مدت ممکنه حاکمیت دولت فکر کنه که مثلا نیاز کمتری به ارز داره. و هیچ وقت هم ببین یه مطلبی رو من بگم، در کشورهای مثل ما تولید داخل امنیت غذایی ایجاد نمی‌کنه. امنیت غذایی بر مبنای ثروت مردم، درآمد مردم. فرض کنیم که سیاست حاکمیت اینه که از برنجکارای گیلان و مازندران حمایت بکنه. سیاست درست نیست. آقا برنجی که حد اکثر وارداتش با حمل و توزیع و نمیدونم سود توزیع کننده باید بشه قیمتش 90,000 تومان، چرا 200,000 خارجیه؟ چرا 200,000 تومان؟ من یادمه در شورای اقتصاد در دولت مهندس موسوی، دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، برای افزایش 10% قیمت گندم دو روز شورای اقتصاد جنگ می‌کردیم با بقیه. الان برنج 100,000 تومان میشه 300,000 تومان، هیچ کس مسئولیت به عهده نمیگیره. مسئولیت به عهده نمیگیره.